به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم همراهان همیشگی رادیو مهر. حالتان خوب است؟ فرزانه هستم در رادیو مهر با برنامه خودتان، یعنی برنامه پرواز اندیشه. دوستانی عزیز، امروز من به نزد شما آمدم تا با هم به برنامه پرواز اندیشه سفر کنیم. حالا همراه من بیایید تا با هم برنامه قبل را ادامه دهیم. چشمانتان را ببندید و بر هواپیمایتان نشینید. آماده سفر هستید؟ پس بیایید تا با هم به کشور استرالیا رویم. استرالیا یکی از آن کشورهایی است که اگر به شما بگویند که در این کشور حقایقی وجود دارد که باعث شرم و خجالت مردمش می شود، شاید باور نکنید. اما باید به شما بگویم که این مسئله حقیقت دارد و همین حقایق ننگین استرالیا را در لیست یا همان رویخط حقایقی درباره کشورهای جهان قرار داده است. در نهایت استرالیایی ها سالها است که از این مورد خجالت میکشند که هم در تاریخ کشور خودشان و در تاریخ جهان باید این مورد را یادآوری کنند که روزگاری افرادی بومی این کشور مجبور شدند که کشور خود را ترک کنند و در جای جای دنیا رفته زندگی کنند برای اینکه کشورشان آنها را نمیخواسته است و از کشور خودشان آنها را بیرون کردند. حقیقت دیگری که استرالیایی ها از آن واقعا شرمنده هستند این است که ارتش کشور استرالیا در سال 1932 فقط در برابر 2 عدد شترمرغ شکست خورد. در واقع جنگی که زیر نظر فرماندهی آنجا بود، یعنی فرماندهی سرگرد جورج پیس، و با استفاده از تجهیزات شاهیگری استرالیا به وقوع پیوست و تنها در برابر 2 شترمرغ کلان سال شکست خورد و این خاطره تلخ را برای میلیون ها استرالیایی به جای گذاشت. حالا از استرالیا به یک کشور دیگر میخوایم سفر کنیم. دوستانی عزیز، همراه من بیایید. میخواهیم به سمت کشور هندوستان رویم. اگر ما بخواهیم که سرزمین هندوستان را در رویخط یا لیست دلیل‌ها درباره کشورهای جهان و عرف و عادت‌های آنها یا اسرارهای شرم‌آور تصنیف کنیم، دستمان باز است و در مجموع با اکثر عرف و عادت‌های آنها یک مقاله علاهیده یا جداگانه میتوانیم نویسیم. ولی نکته‌ای که اینجا درباره آن میخواهیم صحبت کنیم این نیست که رسم و رسومات عجیب هندوستانی ها چیست، بلکه این است که از بین این همه رسم و رسوم عجیب کدام یکی از آنها حتی باعث خجالت خود آنها شده است.
در طبقه اجتماعی هندی ها سیستم طبقه بندی وجود دارد که همانند هزاران سال پیش آنها را به طبقات اجتماعی مختلف دسته‌بندی می‌کند و همین طبقه بندی اصلا برای آنها خوشایند نیست. البته این سیستم در جامعه کلان هندوستان کهنه شده است، اما در گوشه و کنار هند هنوز هم وجود دارد. دوستان عزیز، حالا میخوایم به یک کشور دیگر سفر کنیم. پس بیایید با هم از کشور هندوستان خارج شویم تا به کشور برزیل رویم. حقایقی که درباره کشورهای جهان وجود دارد حتما حقایقی با مفهوم عجیبی نیست، بلکه می توانند حتی شامل موارد جالب و خنده‌دار هم باشند. به طور مثال کشور برزیل که همه آن را گهواره فوتبال جهان می دانند تنها از یک حقیقت رنج میبرد و برای آنها در سطح بین المللی خجالت آور است. شکست این تیم در برابر تیم ملی کشور آلمان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی سال 2014 است. این شکست در شرایطی اتفاق افتاد که هم تیم ملی برزیل و هم تیم ملی آلمان آنها یکی از اولین ها شده و غالب جام جهانی شدند. سفرمان در کشور برزیل هم به پایان رسید و به کشور بلژیک سفر میکنیم. کشور بلژیک از آن دست کشورهایی است که بسیار با نظم و قانون است و کم و یا حتی انگشت شمار پیش می آید که خلالی در راه اعمال قوانین همیشگی این کشور پیش بیاید. اما شاید باورتان نشود که اداره این کشور در طول مدت 2 سال بدون هیچ حکومتی بوده است و همین باعث شده است تا بلژیک یکی از اعضای لیست حقایقی درباره کشورهای جوان قرار گیرد. با اینکه مردم بلژیک به این مسئله هیچ گونه افتخاری نمی کنند و بلکه احساسی برعکسی نیز داشتند، می توان گفت که اوضاع این کشور با زمانی که حکومت واقعا در آن مستقر بوده است هیچ تفاوتی نداشت و همه مردم با هم قوانینی که بوده است را رعایت می کردند. همراهان عزیز رادیو مهر، سفر امروزمان هم به پایان رسید. از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتان باشد.